لمتى سنظل رقودا نغرق في النوم ونشخر وعن الآذى. جواب بر قول بعض جاهلان که ملاهای نوبرآمد میگویند. سوال: وقتی که بعضی عالمان و واعظان درباره خیرات سیبگاهی و غیره سخن گویند، بعضی مردم جاهل میگویند که اینها ملاهای نوبرآمدند، ملاهای پیشین چنین سخنان را نمیگفتند. با این گفتار خود چنین میپندارند که ملاهای حاضره قابل اعتماد و باوری نیستند و آنها این سخنان را از پیش خود میگویند. پس آیا این گفته ها درست است؟ جواب: این گفته ها بنابر چند دلیل غلط است. یکم: اگرچه ملاهای حاضره نوبرآمدند، ولی سخنانی که میگویند از کتابهای عالمان و فقیهان پیشین است. و چطور در بالا ذکر گردید، عالمان و فقیهان مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه با صراحت نوشتند که چنین رسم و رواج همه بدعت و ناجایز است. پس آیا همه این فقیهان هم نوبرآمدند؟ دوم: با گفته شما اگر به ملاهای حاضره اعتماد و باوری نباشد، پس به ملاهای پیشین نیز اعتماد و باوری نشاید، چون که ملاهای حاضره از کتابهای ملاهای پیشینه سخن میگویند. ملاهای پیشین کتابهای فتاوی عالمگیری، فتاوی شامی، بحر الرائق و غیره که در مذهب حنفی معتبرترین و اعتمادترین کتاب هاست میخواندند و بر آن اعتماد داشتند. پس چرا شما با کتابهای ملاهای پیشین باوری ندارید؟ سوم: شخصانی که چنین میپندارند و یاوه میگویند و دختران و معلمان نیز نباید اعتماد و باوری کنند، چون که همه آنها نیز نوبرآمدند. پس وقتی که بیمار شوند به نزد دکتر نروند و فرزندانشان را به مکتبها نفرستند. چهارم: هر فن استاد و ماهران فن خود را دارد. مثلا دکتر در فن طب، معلم در تعلیم دادن، ملا در مسائل دینی، همه اینها یک مهارت خاصی دارند. پس نباید دکتر بر معلم اعتراض کند یا ملا بر دکتر اعتراض کند که این یا آن کار تو غلط است، چون که ملا از فن طب بیخبر است. همچنین شخصی که خاک را از تراب فر نمی کند یا ابو حنیفه را از امام اعظم فر نمی کند، نباید بر ملا اعتراض کند و بگوید که این یا آن کار تو غلط است. به خدا قسم که اگر عالمان و واعظان اسلامی نمی بود، مردم همه گمراه می شدند، حتی بر وجود خداوند و پیامبرانش اعتراض می کردند، چه جایی که بر ملاهای حاضره اعتراض کنند. پنجم: اساس این همه یاوه‌گویی آنها بغض و عداوت بر عالمان دین است. بعضی آنها نه نماز می‌خوانند نه روزه می‌گیرند، ولی از جهت حسد بلکه از جهت نفرت از دین ملاها را سیاه کرده میگویند که دنیا از دست ملاها ویران شد، ملاها فلان فلان و غیره. در حدیث آمده است که شخص نه خود عالم باشد، نه شاگرد باشد، نه عالمان را گوش کند و نه دوستدار عالمان باشد، به گمراهی رفته عاقبت هلاک می شود. هیچ ملای مردم را بر قتل و غارتگری، دزدی و زناگری و فسادکاری نصیحت نکرده است و هرگز نمی کند که دنیا از دست آنها ویران شود. ششم: مطلب این سخنان در نزد مردم به اعتبار کردن عالمان دین است که این یکی از مقصدهای اساسی دشمنان اسلام است. وقتی که مردم به عالمان دین اعتماد و باور نکردند، سخنان آنها را باور نمی کنند و عمل نمی نمایند و در نتیجه همه گمراه می شوند و دشمنان اسلام به مقصد می رسند و همین طور دین و مذهب از بین می رود و هیچ نشانه ای از آن باقی نمی ماند. تترك